جنبش هیپی ها خب هم از لحاظ آزادسازی روابط جنسی، مناسبات جنسی و اینا مطرح بود، هم از لحاظ وضع زندگی، مثلا برداشتشون نسبت به طبیعت، نسبت به عشق، روابط عاطفی، اینا اصلا یعنی یه جنبش همه جانبه بود. یعنی اون هیپیگری به اون صورتی که مثلا شاید جاهای دیگه یا تو ایران جلوه میکرد بیشتر سطحی بود، ولی هیپی ها یعنی جوانای تحصیل کرده دانشگاه ها بودن، اهل موسیقی، اهل هنر و بعد میخواستن یک جور به اصطلاح زندگی خیلی جمعی نوینی رو تجربه کنن. من در جنوب شهر تهران توی خیابان کوچه آبشور و بعد دردار زیر بازارچه حمام نواب به دنیا آمدم. توی یک خانه قمر خانوم، یعنی چندین خانواده. پدر من کارمند راه آهن بود، مادرم هم خانه دار. ما یک اتاق داشتیم، ما توی این اتاق، و بعد مادرم 6 تا بچه زایید. من فرزند سوم، اولین پسر هستم به اصطلاح. حالا به هر حال اون محیط اون زمان رو میتونید تصور کنید دیگه. محیط یعنی سال 1325. چه روزی؟ 1325 دوم فروردین 25. بعد اون رویداد مهم تو این دوره که در واقع سرنوشت ساز برای من بود این بود که من رو سپرده بودن به دست یکی دایه یا خانومی که از من نگهداری میکرد، به علت اینکه مادرم قبلا 3 تا بچه داشت، یکی دیگه هم تازه بعد از من به دنیا آورده بود. بعد این دایه من با یه خانواده دیگه هم رفت آمد میکرد، یه پسر دیگر رو بزرگ کرده بود، خیلی مسن‌تر از من گاه میرفتم خونه این خانواده و این پسر بزرگتر در واقع من رو مثل برادر به حساب می آورد و خیلی به من چیز یاد داد. یعنی از اون موقع آشنایی با ادبیات، با هنر، با سینما از سن 6-7 سالگی در واقع شروع شد و اون خب من به سینما می برد، داستان می خوند برام. مثلا من هدایت رو از اون زمان شناختم، عکاس بود و نقاش و همه این چیزها رو مثلا به من یاد میداد که من برای خودم تو خونم دستگاه عکاسی درست کرده بودم اینا. خلاصه اون خیلی سرنوشت ساز بود برای من. از اون زمان دیگه من افتادم تو خط هنر و ادبیات و اینا. این دوره بود. بعد دوره دوم که من رفتم دبیرستان، دارالفنون رفتم به اصطلاح. دبستان کجا بودین؟ دبستان اول توی همون منطقه سرای سرچشمه به اصطلاح، خیلی نزدیک همون منزل ما بود، به اسم دبستان دوری بود. و بعد من رفتم برای دبیرستان، سیکل اولش رو رفتم دبستان راه آهن بود، تو همون محله راه آهن، یه مدرسه خیلی مثل این مدرسه های کاتولیک فرانسه الان، مدیرش مذهبی بود و بچه ها به محض اینکه وارد می شد همه سیخ می شدن، خشک می شدن، بی ترسیدن و این شلاق می زد، چک می زد، کتک می زد، چه جور وحشتناک بود. چند سال من اونجا بودم. بعد اون دوره چیز مهمی برای من اتفاق نیفتاد تا رفتم توی امیریه مدرسه راهنما و بعد دارالفنون سیکل دوم، از اونجا دیپلم گرفتم به اصطلاح. توی دارالفنون اونجا خب من رشته ادبیات خوندم و اونجا یه معلم خیلی خوبی داشتیم، معلم تاریخ بود، ولی ما رو دعوت میکرد به نوشتن، کنفرانس دادن و غیره. اونجا من اولین بار راجع به هدایت کنفرانس دادم، صحبت کردم. یعنی چند سالتون بود؟ یعنی در حدود شاید بگم 14-15 سالم بود مثلا، حدود 14. یعنی قبل از اینکه دیپلم بگیرم بود، احتمالاً 16 سالگی اینا. همیشه 1340 مثلا 41. درسته.
کم کم مصادف شده بود با اون اصلاحات زمان امینی و اصلاحات ارضی و اینا، یعنی قبل از اونه، ولی یه سری فضای بازی به وجود اومده بود. بعد یادم هست که مثلا ما دارالفنون رو اصلا همراه با دانش آموزای دیگه اشغال کردیم و مثلا شروع کردیم به تظاهرات به طرفداری از جنبش مصدق. اون موقع به اصطلاح هدایت و مصدق دو شخصیت مهمی بودن که مثلا تو رو زندگی ما خیلی، رو زندگی من و همه به اصطلاح کلاسی تاثیر گذاشت. بعد از همون زمان من شروع کردم به خوندن زبان انگلیسی و مدرسه ایران و آمریکا، انجمن ایران و آمریکا میرفتم و غیر از مدرسه یعنی دبیرستان یه دوره اونجا انگلیسی خوندم که همون باعث شد که من دیگه تا آخر عمرم مترجم بشم از زبان انگلیسی به فارسی. عجب. همزمان با دارالفنون؟ بله، همزمان که دبیرستان میرفتم انجمن ایران و آمریکا میرفتم، یه دوره دیپلمشو گرفتم مثلا، ولی کاری نکرده بودم هنوز. تو دارالفنون هم کلاسی خاصی، معلم خاصی؟ همین معلم تاریخ ما که آقای شریفیان بود یادمه، که خب روشنفکر بود، مترقی بود و احتمالاً جانبدار مثلا جنبش ملی شدن نفت و اینا، به ما میدان میداد که صحبت کنیم، سخنرانی کنیم، بحث کنیم و بنویسیم و بخونیم، مطالعه کنیم، حرف بزنیم. اینی که به نوبت ما هر کدوم مثلا میخواستیم راجع به موضوعی صحبت کنیم فرصت داشتیم. من میخواستم راجع به مصدق صحبت کنم ولی اون با احتیاط به من گفت نه فعلا نه، ولی خب هدایت پذیرفته شده بود. اینی که من برگشتم به طرف هدایت، چون از دوره بچگی گفتم بهتون هدایت تو ذهن من بود. چی رو خونده بودین از هدایت؟ برای من میخوند اون برادر ناتنی من داستانای هدایت رو میخوند. اصلا من الان یادم نیست چه داستانی چی بوده، ولی حتما مثلا داستانای کوتاه بوده مثلا برای من میخوند. بعد من به اصطلاح دبیرستان رو که تموم کردم رفتم آمریکا. چه سالی؟ سال در واقع 1043 گذشته بود فکر کنم، 45 احتمالاً 45 46 1345 46. من در حدود 20 سالم بود اون موقع. بعد فرستادنم آمریکا، بعد اونجا رفتم ایالت فلوریدا، شهر میامی، اونجا دانشگاه میامی. اونجا کاری که کردم که یعنی به اصطلاح در چارچوب فعالیت‌های آتی من قرار می‌گرفت، موقعی که انگلیسی می‌خوندم، زبان انگلیسی می‌خوندم، من راجع به خیام نوشتم و خیلی طرف توجه استاد ما قرار گرفت و کشف بود، برای اون کشف بود، واقعا یک کشف بزرگ که ما یه همچین شاعری داریم، در صورتی که خیام خب شناخته شده بود در دنیا، تو آمریکا هم خیلی شناخته شده بود ولی اون استاده نمیشناخت و این که خیلی خوشحالش کردم. این در واقع اولین شاید تجربه ادبی من نوشتن بود در مورد مثلا شاعران ایرانی و بعد اونجا من شروع کردم به خوندن شعر به زبان انگلیسی، چون جزو درسای ما بود. مثلا من شکسپیر رو اونجا خوندم به اصطلاح و بعد لیسانسمو که گرفتم به عنوان مموارش به اصطلاح برای لیسانس من انعکاس جامعه ایران در شعر معاصر ایران، انعکاس جامعه در شعر معاصر ایران، یه همچین تمی بود انتخاب کردم. بنابراین شروع کردم به یه سری خوندن شاعران معاصر اونجا تو آمریکا. تو ایران خونده بودم یکم ولی نه زیاد. بنابراین با شعر من از اینجا آشنا شدم، یعنی و چرا که بعدها من مثلا روی آوردم به ترجمه شعر، دلیلش این بود که من به اصطلاح علاقمند شده بودم، تا حدی مطالعه کرده بودم. ولی یک به اصطلاح شور دیگه‌ای که من داشتم
ترویج فرهنگ ایران بود. از همون زمان، یعنی از زمانی که مثلا تو دبیرستان شروع کردم هدایت رو بشناسونم و بعد مثلا تو آمریکا خیام و بعد با این نوشتن این به اصطلاح دانشنامه یا چی نمیدونم این تز برای به اصطلاح دانشگاه که من شعر معاصر رو معرفی کردم، این عشق به این که من میانجی باشم بین شخصیت‌های علمی، فرهنگی، هنری و مردم. این یه ایده‌ای بود که تو ذهن من بود، اینی که اونجا مثلا من وقتی تو بعداً دانشگاه آستین رفتم اونجا برای پایان به اصطلاح لیسانسم، یادم میاد که یه خانم فیلسوف آمریکایی که خیلی معروف بود و ملحدم بود، خدا نشناس و اینا، که خیلی جنجالی بود و خیلی هم بهش میتاختند، دعوتش کردم که بیاد توی خوابگاه دانشجوهای آستین سخنرانی کنه. این مثلا اولین بار بود که من یه کار فرهنگی از این نوع میکردم اونجا، که بعدها من طی سالهای آینده مرتب همین کار رو تکرار کردم. در طول این دوره تحصیلم توی آمریکا من شاعرای آمریکایی رو خونده بودم همه رو، یعنی مثل الیوت، مثلا خیلی رابرت فراست مثلا میخوندم و علاقه داشتم و بعد شاعرای انگلیسی هم میخوندم، یعنی شاعرایی که به زبان انگلیسی نوشته بودن خیلی بودن ولی من میخوندم. تماسی هم باشون داشتین؟ تماس نه، ولی من دوره‌ای تو آمریکا بودم که جنبش 68 بود. از یه طرف جنبش 68 مثلا فمینیستا و بعد هیپیا و بعد جنبش بر ضد جنگ ویتنام و برای حقوق دفاع از حقوق سیاهان، حقوق مدنی سیاهان، این جنبش ها همزمان اونجا بود که من خب تو همه این جنبش ها شرکت میکردم و دانشگاه آستین یکی از مرکزهای فعالیت‌های به اصطلاح مهم تو این سه زمینه بود. اون شخصیت که میگی تماس داشتم نه، ولی یک واقعی که به اصطلاح تو تمام عمر بر من تأثیر گذاشت، من وقتی دانشگاه فلوریدا بودم مارتین لوتر کینگ رو دعوت کردن و واقعا فوق‌العاده بود، یعنی اصلا وارد سالن که شد سالن شروع کردن، مردم شروع کردن به تشویقش، تحسینش کف زدن و بعد این بلافاصله رفت پای میکروفون و شروع کرد به صحبت کردن، یعنی اصلا از سرریز می شده واقعا، یعنی حرفاش، یعنی اصلا هیچ مکسی، هیچ مثلا نوشته هیچ چیزی نبود و وقتی اصلا این تموم شد سالن میلرزید. تازه این سالن دانشگاه مال بچه‌های پولدارای آمریکایی بودن، بیشتر میامی و فلوریدا اصلا محله ثروتمنده و اینا، شهر ثروتمندان بود، اصلا دانشجو همه خانواده‌های مرفه بودن، ولی چرا تحت تاثیر این قرار گرفته بودن که واقعا میلرزیدن سریعشون. من خودم همینطور و خیلی تاثیر گذاشت روی من که بعدش همون زمان من اونجا شاهد کشته شدنش هم بودم. بعد رابرت کندی رو کشتن، به اصطلاح این مارتین لوتر کینگ رو کشتن اونجا. یعنی من فعالیت فرهنگی عمده‌ای نکردم ولی تو جنبش‌های اجتماعی سیاسی آمریکا شرکت می‌کردم. اونجا دوره به اصطلاح چیز بود، جنبش کاسترو و چه گوارا بود، مائو بود، بعد به اصطلاح خیلی دوره یه نوع احیای مثلا جنبش مارکسیستی کمونیستی تو آمریکا بود، چون قبل از اون مثلا این کمونیسم و مارکسیسم و اینا تابو بود تو آمریکا اصلا، ولی یه دوری بود که فضایی باز شد و این جنبش ها شروع کردن تو تمام دانشگاه ها گسترش پیدا کردن، غیر از حالا جنبش فمینیست ها، جنبش هیپی ها مثلا اینا، این جنبش ها، این جریان هم بود. حالا چرا مطرح میکنم؟ برای اینکه من بعدها یعنی این قضیه جذب شدن به طرف چه گوارا و کاسترو
یه مسئله مهمی تو زندگی من شد و منو گرفتار کرد. به تاریخ میلادی من از 64 بود رفتم که من 4 سال تو آمریکا بودم، مصادف شد با 68 دیگه. یعنی من بعد از 68 برگشتم ایران. در واقع تو این دوره 64-68 بود فکر می‌کنم. درسته. بعد تو آمریکا زندگی دانشجویی معمولی داشتم. زندگی معمولی داشتم، رشته علوم سیاسی خوندم من اونجا تو آمریکا و فعالیتام هم در چارچوب این جنبش‌هایی که گفتم بود به اصطلاح. ولی از لحاظ شخصی من خب به اصطلاح همین مطالعه شعر و ادبیات بود بیشتر، که من آثار مثلا مارکسیستی یا مثلا مارکوزه یا مثلا اون یه نویسنده خیلی معروف فرانسوی آمریکایی که شیفته مارکس بود ولی مارکس مدرن جوان، اریش فروم به اصطلاح که خیلی رایج بود. اون یه قطب به اصطلاح جنبش‌های تو آمریکا اریش فروم بود که مارکسیست بود ولی مارکسیست به اصطلاح دموکرات به اصطلاح، و اون خیلی تاثیر داشت. و بعد مارکوزه بود که هربرت مارکوزه بود فکر کنم که فیلسوف آمریکایی بود که مارکسیسم رو با فرویدیسم میخواست ترکیب کنه، تلفیق کنه، و اینا به اصطلاح قطبای این جنبش 68 بودن تو آمریکا. حالا غیر از جنبش به اصطلاح حقوق مدنی سیاهان مارتین لوتر کینگ و بعد گروه های دیگر رادیکال تر مثلا پلنگان سیاه و اینا، و اون زمان مثلا من با آنجلا دیویس از دور آشنا شدم، یعنی شناختم و مثلا خیلی هم تحت تاثیر قرار گرفتم. این جنبشان بود دیگه، جنبش‌های مثلا طرفدار کاسترو، طرفدار چه گوارا. مائو اون موقع مثلا خیلی سوکسه داشت تو آمریکا اون دوره و خبر نداشتن که حالا مثلا چی گذشته تو انقلاب فرهنگی، ولی تو آمریکا حتی تو دانشگاه شروع کردن به مطالعه مورد چین به اصطلاح و تجربه چین به اصطلاح، و خیلی جوونا شیفته به اصطلاح حتی مائویسم و انقلاب فرهنگی چین شده بودن بدون که بدونن حالا در واقعیت چی گذشته. خلاصه این از آمریکا. من از آمریکا که برگشتم ایران. دلیلتون چی بود برگشتن؟ خب راستش اولا تو این 4 سال من برنگشته بودم، دلم تنگ شده بود برای ایران و خانواده، و بعدش هم اون موقعی بود که انقلاب سفید شاه بود و سپاه دانش بود. من به این امید که بیام تو ایران برم تو روستاها به روستایی‌ها درس بدم، آموزش بدم. به عشق این اومدم. اصلا تو ایران که اومدم بعد از یه مدت کوتاهی منو فرستادن سربازی. یعنی قرار بود توی قرعه کشی شرکت کنیم، یه عده رو انتخاب می‌کردن برای ارتش، یه عده رو برای سپاه دانش. من اصلا به عشق سپاه دانش اومده بودم، ولی به قرعه ارتش به نام من خورد و من انداختن تو ارتش که من بعد میرفتم یعنی 6 ماه تو پادگان فره‌آباد تهران آموزش نظامی ببینم، بعد برم شیراز بازی دوره نظامی رو تکمیل کنم و بعد افسر وظیفه می شدم که ما رو فرستادن کردستان ایران اصطلاح. اینی که تمام نقشه به هم خورد در واقع. اتفاقا این ناشرش یه ناشر خیلی معمولی عادی توی ناصر خسرو بود به اسم حقیقت، نشر حقیقت. خب این مثلا ما برادر این ناشره مثلا دوست یکی از این همکارای ما بود تو دانشگاه و اینا، مثلا روابط داشتیم و بعد اینم حاضر شد که من اول یه کتاب به همین اسم بیداری آسیا
خوارزمی به من، یعنی ترجمه کردم دادم خوارزمی هم با من قرارداد بست. ولی وقتی من خوندم مثلا خب اون موقع من مثلا دید مارکسیستی داشتم، مثلا اینا برام جالب نبود. اصلا اون غربی‌ها نوشته بودن که چین مثلا تا بیداری آسیا بود اسمش، قراردادم لغو کردم. بعد رفتم بیداری آفریقا رو به همین اسم ولی پیش این ناشر، حقیقت این ناشر تو ناصر خسرو اینا بود، یه مغازه داشت در واقع کتاب فروشی بود ولی کتاب منتشر میکرد، اون منتشر کرد اولی رو. 2-3 تا دیگر هم اون منتشر کرد، ریشه های جنگ در ایرلند، بعد مثلا جوانی علم اقتصاد، اینا مثلا اینا رو هم در آوردم که مثلا خب اون تاریخ تمام اقتصاد بود، ولی نویسندگان شوروی بود ولی خیلی جالب بود. یعنی از ارسطو و افلاطون شروع کرده بود تا مثلا ریکاردو و مارکس و اینا همه رو مثلا مطرح میکرد. تا سال 57 یعنی تا سال انقلاب، غیر از اینکه خب ترجمه میکردم، مثلا یه دوره چند سالی معلم انگلیسی بودم. مثلا توی مؤسسه خصوصی معروف بود شکوه، اونجا من درس انگلیسی میدادم. بعد درس فارسی به آمریکایی‌ها میدادم، آمریکایی‌ها که میومدن اونجا. بعد مثلا من یه 2-3 سالی اونجا به عنوان معلم کار کردم. بعد 6 ماه مثلا ما رفتیم کرمان، اونجا من به کارگرای مس سرچشمه، اونجا یه معدن عظیمی بود که آمریکایی‌ها بهره برداری میکردن، به کارگرا انگلیسی یاد میدادم مثلا. یعنی یه چند سالی من معلمی هم کردم اونجا، به اصطلاح معلمی هم میکردم. حالا برای مثلا من چند ماه با نجف دریابندری کار کردم و یه سری مستندهای تلویزیونی اون به عهده گرفته بود و میداد به چند تا مترجم، ما ترجمه میکردیم متنای این فیلم‌های مستندو از رادیو، از تلویزیون پخش میشد. اصلا اسم ما رو می آوردن، مثلا این نبود، تو اون خودش هم تازه زیر سوال بود همیشه، ولی اون اصلا به صورت چیز بود، اصلا قرارداد بسته بود با تلویزیون، بعد یه سری پخش میکرد، خودش ترجمه میکرد و به ما میداد. من مثلا چند ماه با اون کار کردم. کسانی که رفته بودن پیش از اون کار گرفته بودن. منم فرانکلین شما رفتین؟ نه، من میرفتم خونهش متنا رو میگرفتم بهش تحویل میدادم اینا. خیلی هم آقا بود، مرد خیلی واقعا نیک نفس، خوش اخلاق، خوش برخورد، مثلا راهنمایی میکرد ولی اصلا چیز نبود، نگاه از بالا و اینا که مثلا تو جوجه مترجم، من خودم مثلا سابقه دارم، اینطوری نه. اتفاقا تشویق میکرد، حمایت میکرد. مثلا به من مثلا فقط 1-2 نکته تذکر میداد، میگفت نه ادامه بده اینا. یعنی که من تجربه اونطوری نداشتم اون زمان، مثلا نه به فارسی مسلط بودم نه انگلیسی، حالا در حد خیلی بالا که نمیدونستم، ولی خب مثلا این فیلم های مستند رو میتونستم ترجمه کنم. به طور خلاصه من تو ایران خب از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه میکردم، بیشتر به طور عمده در عرصه علوم اجتماعی و بیشتر تاریخ یا مثلا اقتصاد کشورهای جهان سوم بود. عمده ترجمه هم این بود، ولی خب غیر از این مثلا موضوع دیگری هم ترجمه کرد. وقتی فرانسه اومدم، راستش اینی که من در موقعی که در آمریکا بودم در دانشگاه 1-2 دوره من فرانسه خونده بودم و حتی اون موقع من مثلا خب هم مثلا کامو رو میخوندم به فرانسه یا سارتر رو به فرانسه در آمریکا. ولی این وقتی فرانسه اومدم 20 سال از اون زمان گذشته بود و من به طور کلی حتی انگلیسی رو هم از یاد برده بودم، حرف زدنش، چه برسه به این فرانسه‌ای که خونده بودم. بنابراین یه چیزایی تو ذهنم بود و اینکه خب وقتی شما یه زبان اروپایی رو یاد میگیرین، برایتون خیلی آسونه که مثلا یه زبان دیگر اروپایی رو هم یاد بگیرین. اینکه انگلیسی خب به من خیلی کمک کرد، چون خیلی تشابه واژگانی بیشتر، به خصوص اصطلاح‌ها خیلی زیاد هست بین انگلیسی و فرانسه. تلفظها خیلی فرق میکنه، ولی بعضی وقتا شما همون اصطلاح و همون کلمات رو میتونین که در انگلیسی هست در فرانسه به کار ببرین. ولی من فرانسه که اومدم، وقتی برای یادگیری زبان
با شعر، من از شعر شروع کردم. یعنی شعر شاعران، نه شاعران، خواننده های فرانسوی، ولی خواننده های خیلی به اصطلاح شاعر، مثل جورج براسنز، مثلا لئو فره، مثلا تیپ این تو ژاک برل، مثلا این وقتی دوره‌های آموزش که می‌دیدم این شعرها رو میخوندم. فرانسه رو از این راه یاد گرفتم و خب چون قبلا من همونطور که تو در مورد آمریکا گفتم از اونجا شروع کرده بودم به خوندن شعر شاعران انگلیسی، شعر ایران رو میشناختم و علاقه داشتم به شعر، ولی هیچ وقت به اصطلاح فعالیت فرهنگیم در زمینه شعر نبود. در فرانسه هم در واقع زبان رو از راه شعر یاد گرفتم، ولی هیچ وقت قصد نداشتم مثلا از فرانسه به فارسی یا از فارسی به فرانسه به خصوص ترجمه کنم. این به طور تصادفی پیش اومد. یعنی من بعد از سالها کارهای مختلف تو فرانسه تصمیم گرفتم که یه پروژه فرهنگی داشتم، یه کتاب فروشی تخصصی ایجاد کنم تو فرانسه و بعد یه انجمن فرهنگی به وجود بیارم. در چارچوب این فعالیت ها به اصطلاح شروع کردم به خوندن دو تا در واقع دو چیز من رو به طرف ترجمه به فرانسه پیش برد. یکی این که من یک تابستان تمام رو صرف مطالعه کتاب لویی ماسینیون در مورد حلاج کردم. چه سالی؟ سال 2000. من اون کتاب فروشی رو سال 2000 به وجود آوردم و همون یه سال بعدش تقریباً من شروع کردم کتاب ماسینیون، لویی ماسینیون 4 جلد هست در مورد حلاج، زندگی و کارهای حلاج که اثر منحصر به فردی است. وقتی من شروع کردم به خوندن این کتاب چنان شیفته حلاج شده بودم و چنان از روش ماسینیون درس گرفتم، چون ماسینیون به اصطلاح تز اصلیش اینه که حلاج یه شیوه خاصی برای در عرفان خودش داره و اون اینی که خودش رو همزات با خدا میدونه، یعنی در این مسیر حرکت میکنه که همزات بشه با خدا، ولی همزاتی موقت، ولی همزاتی شخصیت آفرین. خیلی جالبه. این شیوه در واقع حلاج هست و ماسینیون این شیوه رو مطالعه کرده و میگه حلاج از این راه به اصطلاح به اون ایده ها و اندیشه ها و اون عملکرد خودش رسیده. یعنی یک نوع روشی که خیلی جاها و خیلی کسان به کار میبرن. یعنی مثلا هنرپیشه ها و هنرمندان، بازیگران تئاتر و سینما از راه همین همزاتی با مثلا شخصیت های فیلم یا نمایشنامه جلو میرن و سعی میکنن اون نقش رو متجسمش کنن به طور موقت حتی، یعنی هیچ وقت دائمی نیست، چون بعد از یه مدت این همزاتی از بین میره، ولی این باعث میشه که شخصیت خودشون با شخصیت اون فیلم یا داستان آمیخته بشه. برای همین که میگه که شخصیت آفرینه در این حال، یعنی یه شخصیت جدیدی به وجود میاد بعد از این همزاد شدن. یکی این مسئله است. یکی این که خب حلاج سرنوشت خیلی فاجعه آمیزی داشت، برای اینکه عارف خیلی بزرگی بود که اولین بار ذات خدا رو عشق تعریف میکنه و اصلا بی‌نظیره در بین عارف ها هست و اولین عارف هست به قول ماسینیون و این با تمام به اصطلاح زجرها و شکنجه‌ها و 4 سال زندان و اینا که بعد اعدامش میکنن و به 7 بار مرگ محکوم میشه، به اصطلاح مرگ خیلی فجیعی داشته. یعنی شخصیتش جوری هست که وقتی شما مطالعه کنید کشیده میشین به طرف اون، جذبش میشین و اصلا به اصطلاح مفتون و شیفته شخصیت حلاج میشین. اینی که یک نوع به اصطلاح همدردی با چنین شخصیتایی در من قبلا هم وجود داشت، ولی در این مورد خیلی تقویت شد نسبت به کسانی که به اصطلاح اینطوری با خیلی غیر عادلانه ظالمانه باشون رفتار میشه. من خب شعرهای حلاج رو که از حلاج به عربی می نوشته، ماسینیون به فرانسه ترجمه کرد
و من از فرانسه به فارسی ترجمه کردم درست. و منتشر شده دیگه. این هست اونجا. درسته. بله. بعد می‌فرمودین که در سال 2000 آره. بعد یه قضیه دیگه‌ای که پیش اومد در اون دوران، غیر از دشواری‌های کار و شغل و بدهکاری‌ها و قرض‌ها و غیره، بحران‌های مالی و تجاری از این قبیل که پیش میاد تو کتاب فروشی، من یکی دو تا از دوستانم و یکی از نزدیکانم دچار افسردگی شده بود و این افسردگی تمام عمر در واقع اینا رو فلج کرده بود و از کار و زندگی انداخته بود و من شاهد این روابط بودم، این رفتارها و این به اصطلاح از کار افتادگی ها بودم و خیلی تو این موضوع من شروع کرده بودم به مطالعه راجع به دپرسیون، افسردگی. من مطالعه میکردم. بعد به طور تصادفی من شروع کردم به خوندن زندگی فروغ فرخزاد و برای من در واقع یه نوع زندگی‌هایی بود که به موازات زندگی مثلا حلاج پیش میرفت. یعنی کسی که در معرض خشونت‌های خانوادگی بود، شدیداً کتکش می‌زدن، باش برخوردهای شدید می‌کردن، بعد تو جامعه باش بد رفتاری می‌کردن، تهمت و غیره و غیره، و در واقع شخصیت خرد شده‌ای بود. دوچار میره تو اصلا دوچار باز همین افسردگی مزمن و بعد حتی در آخر در واقع تبدیل به شخصیت دو قطبی میشه مثلا فروغ، و بعد میره بیمارستان شوکش میدن و بعد مثلا چند بار خودکشی میکنه اینا. یعنی خیلی عجیب، باز این همدردی با کسی که در چنین وضعی زندگی میکنه در من زنده میشد باز. ولی قصد ترجمه نداشتم، ولی کشیده شده بودم همونطور که به طرف حلاج کشیده شده بودم به طرف فروغ کشیده شده بودم، برای اینکه بشناسم زندگیش اینا. شعراش هم تو ایران خونده بودم ولی هیچ وقت به طور جدی و عمیق نه. بعد به طور تصادفی یکی از مشتریای فرانسوی، خانم فرانسوی بود که یه برنامه‌ای برای شعر فارسی در این یه محل مرکزی وابسته به اداره پست برگزار کرده بودن. وقتی به ما مراجعه میکنه برای مثلا شناخت شاعران ایرانی، به من میگفتش که چرا مثلا فروغ ترجمه نشده در فرانسه. و اون موقع واقعا جز شعر از فروغ و شاعران دیگه، شاملو، سپانلو که نه، سپهری مثلا ترجمه شده بود، شایگان ترجمه کرده بود، یا مثلا شاملو پرویز خضرایی چند تا شعرش رو منتشر کرده بود. فروغ هم همینطور، مثلا اون الان لانس مال مزون د زیخیون خانه نویسندگان چند تا شعرش رو، 2-3 تا شعرش رو در آورده بودن. و بعد به من گفت چرا این شاعرها اصلا وجود ندارن تو فرانسه، شاعرای معاصر. و وقتی من میگفتم که خب دلیلش رو منم نمیدونم، منم اون موقع تازه کار بودم تو این جریان‌های ادبی تو فرانسه، بعد به من گفت خب چرا خودت ترجمه نمی‌کنی؟ گفتم که خب من اصلا اونطوری نه سلطه به، حالا به نظر خودم نه سلطه به زبان فارسی داشتم خیلی، نه سلطه به زبان فرانسه که بتونم شعر ترجمه کنم. ولی یه جرقه زد تو ذهن من و من شروع کردم به این شعر باد ما را خواهد برد رو ترجمه فرانسه و بعد به 2 تا خانم فرانسوی نشون دادم. گفتن خب آره قابل قبوله، میشه خون. چه سالی بود؟ سال 2004 تقریبا، 2004. بعد وقتی من دیدم که واکنش مثبت نشون میدن و بعدم من شروع کرده بودم به خوندن زندگی فروغ، شعرهای فروغ، و بعد گفتم با توجه به اون ماجراهایی که پیش قبلا حلاج رو خونده بودم و اصلا جلب این جور شخصیت رو شده بودم،
غرق مطالعه راجع به افسردگی و اینا، گفتم خب ادامه میدم. و بعد من اون موقع شریک فرانسوی داشتم، یه خانم فرانسوی بود به اسم ترز مارینی که شریک من شده بود. و بعد با این خانم شروع به کار کردیم و من شروع کردم به ترجمه شعرهای دیگه فروغ و از یکی دوتا رسید به مثلا در حدود 70-80 تا مثلا شعر، چون فروغ 140 تا مثلا شعر داره. و این رو به صورت یک گزیده شعرهای فروغ 2005 منتشرش کرد، همون در خود به عنوان همون به اصطلاح در چارچوب کتاب فروشی خودمون، ولی دیگه به عنوان ناشر به اصطلاح. تا اون موقع از فروغ به فرانسه ترجمه نشده بود؟ چند تا 3 تا 4 تا شعر ترجمه شده. یعنی کتاب منتشر نشد؟ کتابی وجود نداشت اصلا. و خب یعنی اتفاقا این موضوع باعث شد که من به فکر برم و تأسف بخورم که چرا شاعران معاصر تو فرانسه وجود ندارن اصلا، به جز چند تا شعر از هر کدوم، مثلا سپهری، شاملو و چند تا از فروغ. و بعد خب دیگه من واقعا در این جریان پیش رفتم دیگه، یعنی وقتی شروع کردم به ترجمه مثلا 70-80 تا شعر فروغ و با همکاری این خانم، من یعنی از فارسی ترجمه میکردم و بعد با هم دیگه میخوندیم، من براش میخوندم، تعریف میکردم و به من کمک میکرد. خیلی به من کمک کردن که چون زبان مادری فرانسه داشت و من مثلا تازه اون موقع چند سال بود که فرانسه یاد گرفته بودم، ولی خب علاقه به ترجمه داشتم. قبلا مترجم بودم، مثلا حرفم مترجم بود، زبان انگلیسی بلد بودم، اینی که کمک هم میکرد، یعنی راحت بود برام و اصلا شعر رو علاقه داشتم که ترجمه کنم. اینی که تا 70-80 تا رفتیم و 2005 من خب برگزیده شو به اصطلاح اولین بار منتشر کردیم. از اینجا دیگه خب من که به اصطلاح گفتم که نه، باید وظیفه من اینی که شاعران معاصر رو اینجا معرفی کنم، که بعد دیگه سپهری رو ترجمه کردم، بعد اخوان رو ترجمه کردم. اونا هم همه گزیده بود. فروغ رو در چند سال به طور کامل ترجمه کردیم، یعنی الان متن کامل همون 140 تا به اضافه شرح حالش، به اضافه پیشگفتار کریستیان ژانبس که فیلسوف فرانسوی است، فروغ رو به طور کامل ترجمه کردیم. ولی بقیه مثل اخوان، سپهری و بعد حالا شاملو غیر و غیره به طور گزیده است. فقط نیما رو پرویز خضرایی ترجمه کرد، اونم گزیده است به اصطلاح، ولی به طور کامل شفیع کدکنی رو بازم گزیده است. مثلا سیمین بهبهانی گزیده است، چون سیمین بهبهانی 600 تا شعر داره، مثلا امکانه مثلا اینکه کامل منتشر بشه خیلی سخته. یا شفیع کدکنی چندین مجموعه داره اصلا. سپهری 8 تا دفتر داره اصلا، یعنی اینا غیر ممکنه در واقع، یعنی ممکن هست ولی کار خیلی زیاد میخواد، سرمایه میخواد اینا و چندین نفر مثلا. ولی خب فروغ 140 تا شعر داره فقط و 5 تا مجموعه شعر داره، مجموعه شعرهای کوتاه. شاملو در حدود 300 تا شعر داره مثلا، خیلی هست. اینی که به این ترتیب رفتم جلو دیگه، منتها خب با کمک فرانسوی ها، با کمک به طور عمده خانم فرانسوی که گفتم. و تمام اشعار یا بخشش؟ نه. یعنی تمام اشعار کار مشترک بود یا نه؟ بیشترش دیگه، یعنی الان چند سالی است که البته از ما دیگه اون به اصطلاح کتاب فروشی رو خب بستیم و انجمن فرهنگی اونم چند بار هی به اصطلاح باز شد و بسته شد، ولی اون خانوم دیگه رفت، از پاریس رفتن. ولی تا شفیع کدکنی در مورد کار فروغ، سپهری، اخوان، شفیع کدکنی و تا حدی سیمین کار مشترک. درسته. بعد از اون شما کاری بعد مثلا شاملو رو من خودم، البته شاملو 2 تا مترجم داره، یه مترجمش مدیا کاشیگر هست که تو ایران قبلا یه تعدادی شعر رو ترجمه کرده بود، به من سپرده بود که منتشر کنم، ولی طول کشید به اصطلاح و بعد مدیا در اثر بیماری درگذشت
ولی این به اصطلاح حقوق این اثر رو من از پسرش باز خریدم و بعد یه قسمتی بهش اضافه کردم، یعنی نیمی از کاشیگره، نیمیش مال منه به اصطلاح. ما به تنهایی در واقع ترجمه کردم. درسته. حالا از بین این شاعران مختلفی که شما ترجمه کردین که تقریبا همشون قله های شعر معاصر فارسی هستن، کدومشون تو ترجمه سخت‌تر بود؟ شما مثلا میگفتین کاش اینا اول شروع نمی‌کردم، کاش کار دیگه. کدومشون از همه پیچیده تر بود؟ از همه سخت‌تر یعنی بستگی داره. مثلا یه قسمتی از شعرهای سپهری سخته برای اینکه یه زبان خیلی خاصیه اصلا. در این حال که مثلا اون صدای پای آب مثلا خب خیلی قشنگه و خیلی خوب نوشته شده، روان و سلیس و بعد خیلی فارسی خیلی خوبی است و زبان ویژه‌ای هست ولی خیلی پیچیده و غامض نیست. ولی بعضی شعرهای دوره آخر سپهری اصلا غیر قابل ترجمه است. آره. ولی که من نکردم، حتی چیزم نکرده، مثلا شایگانم که یه قسمتی از شعرهای سپهری رو ترجمه کرده، شعرهای آخر شعرهای نامفهوم میشه اصلا. چرا؟ خیلی انتزاعی میشه به اصطلاح و اصلا یه زبان خاصی است دیگه، یعنی باید خود من واقعا نمیتونم توضیح بدم، ولی درست مثلا مفهوم آشکاری نداره و انتزاعیه و یعنی به همین ترتیب که پیش رفته، چون سپهری اصلا از ابتدا شعراش تقریبا زبان ویژه‌ایه به اصطلاح که زبان فروغ نیست، زبان شاملو نیست، اخوان نیست، یه زبان خیلی پیچیده‌ایه، خیلی به اصطلاح زبانی است که مثل مینیاتورهای فارسی است، یعنی خیلی به اصطلاح زبان‌های یعنی مفهوم‌های خیلی انتزاعی رو با مفهوم‌های خیلی مشخص ملموس مادی ترکیب میکنه، خیلی سخته و خیلی جالبه. خیلی قسمت خیلی تو مثلا اون صدای پای آب مثلا شاهکاره، یا بعضی شعرهای بعضی دفترهای اولیش، ولی بعد به تدریج انتزاعی و پیچیده و مشکل میشه و اصلا قابل فهمم نیست. شعرهای آخرین مثلا مجموعه شعرش رو اگر بخونید. خودتون فکر میکنین که چرا سپهری این تو مسیر شاعریش چطور شد که به اینجا رسید؟ یعنی این خب برای اینکه اهل تجربه است به اصطلاح سپهری خیلی، یعنی از همون ابتدا که یه شخصیت اولا خیلی خاصیه، بعد یک نوع رابطه ویژه با طبیعت داره، اصلا یه نوع در واقع عرفان طبیعت پرسته که سپهری مثلا رواجش میده، یعنی یه نوع وحدت با طبیعت رو جستجو میکنه. از این جهت میگم عارف و عرفان، برای اینکه وحدت با طبیعت، دیگه وحدت با خدا نیست ولی وحدت با طبیعته. ولی بعد شناخت خیلی وسیعی داشته، یعنی خیلی میخونده، یعنی شاید باسوادترین شاعر غیر از حالا شاید بگیم شاملو مثلا یا اخوان، غیر از شفیعی، و غرب رو خیلی خوب میشناخته، ادبیات هند و ژاپن رو خیلی خوب میشناخته، به خیلی جاها سفر کرده بوده، تجربه‌های خیلی وسیع داشته و بعد این تجربه ها رو توی شعر میاره و تجربیه بیشتر. مثلا یه جاهای خیلی موفقه واقعا و شاهکار به اصطلاح آفریده، ولی یه جاهایی وقتی این تجربه های گسترش پیدا میکنه، عمق پیدا میکنه، یکم دور از ذهن میشه و انتزاعی میشه. ولی خب یه شاعرایی هستن که میخوان تا آخر راهشون برن. اینی که به نظر من در این راه تجربه گرایی خیلی رفته جلو و شعرهاش به اصطلاح نامفهوم و غیر انتزاعی و خیلی پیچیده شده و به اصطلاح رابطه برقرار نمیکنه دیگه با خواننده. درسته. در بین بقیه شاعرها تفاوتی که شما
چطوری سعی می‌کردین در زبان فرانسه مثلا بین شعر فروغ و شعر شاملو تفاوت ایجاد بکنید؟ خب شعر فروغ در واقع از همه اینها آسان تره. یعنی شعر فروغ واقعا خب گفتاری هست به اصطلاح و بعد زبان روزمره تهرانی ها هست، زبان معاصر و مدرن تهرانی به اصطلاح، و بعد زبان صمیمی و شخصیه به اصطلاح، خیلی یعنی درد دلاست دیگه. یعنی در واقع یعنی اینی که خود مترجم یا خواننده رو واقعا جذب خودش میکنه و خیلی رابطه برقرار میکنه با شخص، هم زبان احساسیه و هم زبان به اصطلاح اعتراضیه، ولی زبان به اصطلاح دنیای درون مثلا زنهاست و خیلی جذابه. یعنی فروغ مثل در واقع حلاجه، چون حلاج هم یه زبان خیلی خاص درونی و شخصی داره به اصطلاح. مثلا شعرهای عاشقانه حلاج واقعا مثلا شعرهای خیلی صمیمی و صادقانه است و فروغ هم همینه. صداقت فروغ باعث میشه که زبانش خیلی به اصطلاح صمیمی و صادقانه باشه. اینی که فروغ شعرهایی که می‌نویسه ترجمهش آسونه و میشه به همون صورتی که بیان کرده مثلا تو فرانسه هم آورد. پیچیدگی نداره، غامض نیست، یا مثلا اصطلاح‌ها یا واژه‌های مثلا خاص نداره. ولی خب اینی که مثلا خیلی تلاش خاصی در جهت جستجوی مثلا اون معادلا نباید به کار برد، لازم نیست. ولی شاملو خب خیلی سخته. شاملو نسبت به مثلا فروغ سخته، بعد شفیعی سخته، مثلا اخوان همینطور، اخوان سختره، چون اینا زبونهای خیلی به اصطلاح در این حال بومیتر رو آره بومیتر هست، بعد خیلی اجتماعی سیاسی، مثلا آره در مورد شفیعی خیلی گاه محلی مثلا، یا با بهره‌گیری از خیلی به اصطلاح سرچشمه‌های دانش و مثلا علم و ایناست، چون یه پژوهشگره ولی بعد محقق مثلا محقق زبان عربی زبان، بعد قرآن خونده که یعنی اسلام رو خوب میشناسه، بعد مثلا ادیان رو میشناسه، بعد مثلا تاریخ ایران رو میشناسه. خب شخصیت اصلا شفیعی شخصیت خیلی غنی و پیچیده است و این میاد توی شعرش منعکس میشه. ولی باز شعر شفیعی شعرهای خوب و به اصطلاح شعرهای سالم و خیلی قابل ترجمه است کاملا، اصلا اینطوری نیست که قابل ترجمه نباشه. ولی شعر سیمین هم سخته نسبت به فروغ، آسان‌تر از همه اینها فروغ در واقع، و سپهری تا حدی در بعضی قسمت به اصطلاح مجموعه هاش، ولی اخوان، شفیعی، سیمین، اینا شاملو اینا. سیمین به خاطر اوزانی که داره یا؟ آره اولا کلاسیکه مثلا. خب فروغ مدرنه در واقع شعرش، شاملو مدرنه، با اینکه مثلا خب شاملو خیلی مثلا زبانش خیلی غنیه، شفیعی با اینکه مثلا خب زبان خیلی به اصطلاح پیشرفته‌ای داره، ولی باز اون وزن، اون به اصطلاح سختی‌های کلاسیک شعر چیزو سیمین رو نداره. سیمین خب غزل دیگه، غزل‌های کلاسیک خیلی سخته، ولی خب غزل‌های خیلی زیباییه، میشه ترجمهش کرد. من امتحان کردم و تا حدی هم موفق بودم حتی، ولی خب من غزل‌ها رو به صورت تقریبا ساده تری در میارم، به اصطلاح خیلی، یعنی اون وزن و قافیه فارسی رو که اصلا امکان نداره حتی اصلا هر کسی باشه توی مثلا یه زبان دیگه به کار ببره. یعنی که خب مثلا من به یه زبان ساده تر درش میارم غزل، غیر موزون. آره یعنی خب اصلا امکان نداره، برای اینکه اون اصلا خود مثلا شفیع کدکنی خیلی جالب مثال میزنه که اگر شما مثلا غزل حافظ رو بردارین با همون وزن و قافیه ترجمه کنین یه چیز مسخره‌ای میشه تو زبان فرانسه اصلا، یا مثلا به خاطر اون تکرارش اولا اصلا خیلی خنده‌دار میشه، تکرار قافیه از اول تا آخر مثلا. ولی خب مهم به اصطلاح
مهم اینه که اون خب مضمون به اصطلاح در واقع مفهوم مضمونه، ولی خب میشه مثلا یه موسیقی براش آفرید به هر حال. یعنی مثلا من شعر فروغ رو وقتی ترجمه میکردم، حالا امتیاز فروغ اینه فارس وقتی به فرانسه ترجمه میکنی خودش دارای موسیقی هست اصلا. یعنی من یادمه که مثلا یه شعر من در آستانه فصل سرد وقتی من ترجمه کردم به نهال تجدد نشون دادم، میگفت اصلا مثل این که همون صداهای شعر فارسی اومده تو شعر فرانسه. یعنی خیلی نزدیکی داره به فرانسه. حالا نمیدونم چرا اینطوریه. مال فروغ این امتیازا رو داره که موسیقی پیدا میکنه خودش. مثلا اون شعر حتی گناه کردمش که من وقتی با دخترم ترجمه کردیم و واقعا یعنی وقتی گلشیفته فراهانی اینو تو برنامه تلویزیونی میخوند خیلی قشنگ هم به فارسیش که خب خیلی زیباست، با اینکه شعر ساده ایه ولی به فرانسه هم خیلی قشنگ در میاد. یعنی چون ما به اصطلاح تقریبا همون وزن حالا یا قافیه های فروغ ولی تو فرانسه به یه صورت دیگری رعایت کردیم. مثلا اینی که میشه مثلا بعضی از این شعرها رو با رعایت یه حد اقل وزن و قافیه مثلا برگردوند. خلاصه ولی خب شاملو در این حال که خب قابل ترجمه که هست، برای اینکه کردن خیلی ها کردن و شده، مثلا به انگلیسی ترجمه شده اینا، ولی خب سخته شاملو. ولی خود شاملو با شعر معاصر غرب خیلی آشنا بود و خیلی هم ترجمه کرده بود شاعران مطرح رو. آیا این آشناییش با شعر مدرن و شعر غرب مخصوصاً در واقع کمک نمیکنه به ترجمه راحت ترش به زبان غربی و فهم راحت ترش؟ چرا دقیقاً این حرفی که میگین خیلی درسته اولا، یعنی ولی به طور باز کلی‌تر تمام شعر معاصر فارسی به گفته شفیع کدکنی تحت تاثیر شعر اروپاست، شکی نیست، از نیما گرفته تا بقیه. غیر از حالا خود شفیع کدکنی احتمالاً مثلا استثناس مقدار، ولی شعر فروغ شاعرای فرانسوی رو، ترجمه شاعرای فرانسوی رو میخونده و تحت تاثیر قرار گرفته. تحت تاثیر مثلا الیوت هست، اون یه شعر معروف چیز هست در مورد زمین، میگه زمین بایر مال الیوت، ولی شعر فروغ هم یه شعر الان من عنوانش یادم رفته ولی مثلا خیلی ملهم از این شعر زمین بایر الیوت هست. شاملو که به قول شما اصلا از جوونیش، از موقعی که با یعنی در تماس با نیما قرار میگیره دیگه. شاملو در واقع شاگرد نیما بود و اصلا اولین شاعر به اصطلاح نیمایی بعد از نیماست. خود نیما خب تحت زبان فرانسه خونده، مدرسه فرانسوی رفته و شعر اروپایی و آمریکایی رو میخونده و اصلا شعر معاصر ایران، شعر نیما تحت تاثیر شعر مدرن اروپا مدرن شده به اصطلاح. خب و بقیه شاعرام همینطور در واقع، خیلی بجز میگم شاید شفیعی، ولی بقیه شاعرام خیلی کم، سیمین شاید خیلی کمتر تحت تاثیر شعر اروپایی است، ولی بیشتر مثلا حالا اینو در زمینه‌های دیگه میشه تو شعر سیمین مثلا از لحاظ موضوعها، مضمونها، از لحاظ مثلا اینا مثلا تحت تاثیر حتما به اصطلاح این اروپا هست. بله، این تحت تاثیر بودن آیا موقع ترجمه به امتیاز تبدیل میشه یا به امتیاز؟ نه، امتیاز هست، برای اینکه همونطور که خود شفیعی هم میگه، یعنی به اصطلاح اون طرز بیان و اینام عوض میشه در واقع. اصلا یه مقدار بعضی وقتا طرز بیان اروپاییه به اصطلاح، که مثلا تو فارسی، تو زبان فارسی قبلا وجود نداشته. اون به اصطلاح یعنی بالاخره نزدیکی به وجود آورده دیگه، و این نزدیکی از لحاظ مثلا اصطلاح‌ها، واژه‌ها، مضمون‌ها، همه اینها کمک میکنه که
خب به ترجمه راحت تر بشه. من از نظر این میگم که یک مخاطب مثلا غربی یا فرانسوی وقتی این آثار رو میخونه، آیا براش از این بابت که خب حرف تازه‌ای نداره چون شاعران غربی قبلا ممکن هست این مضامین رو یا این زبان رو به کار برده باشن، از این نظر آیا برای یک خواننده غربی تازگی داره مثلا شعر شاملو یا نه؟ خب بستگی داره. اتفاقا این خیلی موضوع مهمیه. یعنی شاملو در واقع مثلا معادل آراگون هست برفرض تو فرانسه. خب به خاطر موضع‌گیری‌های سیاسی و ایدئولوژیک مثلا یه حساسیت‌ها نسبت به آراگون هست دارن، اونقدر که مثلا شاعرای دیگر مثلا فرانسوی محبوبیت پیدا کردن، خوندن، مثلا بودلر یا رامبو. مثلا رامبو مثلا بودلر دیگه اصلا 200 سال خونده میشه، چاپ میشه، منتشر میشه. یعنی نسبت به مثلا اگر شاملو رو بخونن تو ذهنشون مثلا معادل آراگونه، به خصوص به خاطر جنبه‌های سیاسی و ایدئولوژیکش، به خصوص چون شاملو شاعر سیاسی و ایدئولوژیکه واقعا. اینی که مثلا یه حساسیت‌هایی وجود داره نسبت به شعر شاملو، از این نظر درسته. یعنی اونا مضمونای شاملو، با اینکه شاملو مثلا خیلی گسترده است، به اصطلاح مضمون‌های شاملو خیلی گسترده است، خیلی جنبه‌های مختلف جامعه ایران رو در بر میگیره، تاریخ ایران رو در بر میگیره، موضوعات اجتماعی، سیاسی، ادبی، هنری هست. چون شاملو مثلا چندین زبان رو با هم ترکیب میکنه، بعد دانش وسیعی داره به زبان فارسی، مسلط واقعا مسلط شد یعنی در واقع بعداً. ولی مثلا شعرهای عاشقانش جلب توجه میکنه، همونطور که اصلا حالا در مورد شاعرای دیگه هم اینه. شعرهای ایدئولوژیک و سیاسی زیاد بردی نداره، اصلا دوام نمیاره در طول تاریخ، چون به اصطلاح مثل رویدادهای چیز هست دیگه، گذرا هست. ولی شعرهای عاشقانه تقریبا شعرهای موندنی است. مثلا شعرهای عاشقانه شاملو رو فرانسویان بخونن خوششون میاد. به غیر از حالا کتاب فروغ که شما کاملا ترجمه کردین و گفتین که خیلی هم در فرانسه با استقبال مواجه شد، در تلویزیون معرفی شد، بقیه شاعران مواجهه خواننده های فرانسوی با بقیه شاعران ایرانی چطور هست؟ با سپهری هم خوبه. سپهری رو از قبل یه مقداری میشناختن، به خاطر اینکه شایگان مختصری به اصطلاح از همین صدای پای آب و چند تا شعر دیگر رو ترجمه کرده بود. و بعد سپهری خب به اصطلاح هم غرب رو خیلی خوب میشناخت، هم شرق رو به اصطلاح. و بعد نقاش هم بوده، نمایشگاه خیلی برگزار کرده بوده، تو فرانسه هم برگزار کرده بوده، تا حدی میشناختنش. و سپهری خب بخصوص برای اینکه شاعر طبیعتگراست خیلی مثلا استقبال میشه ازش، به طور نسبی ها، که نه به اندازه فروغ. بعد خب بعد شاعران دیگه بگم که شفیعی مثلا. آره نه شفیعی خواننده های خیلی به اصطلاح بگم که چجور با فرهنگ، نخبه تر. آره نخبه تر اینطوری بگیم. اونها از شفیع خیلی خوششون، مثلا تحصیل کرده ها و دانشمندا، مثلا محققا، مثلا اون ایران شناسا، مثل ژامبه، مثلا از شفیع خیلی خوشش میاد. ما یه دوست مترجم نویسنده داریم که برای گالیما رو اینا کار میکنه، عضو انجمن ما بود، ژان پیر فرینی معروفه که چندین کتاب نوشته. اون اصلا تحسین میکرد شفیعی رو که خون گفت بهترین شاعره، مثلا برای اینکه خیلی خودش خیلی متخصص دانته هست و اینا، و بعد خیلی باسواد و اینا، مثلا از شفیعی کرد، یعنی خیلی خوشش اومد. اخوان باز سخته، یعنی استقبالش محدوده به خاطر شاید زبان. آره زبان، و بعد یکم غریب است، نمیدونم مثلا تمهاش و اینا نسبت برای فرانسوی‌ها
غریب است، یکم خیلی کلاسیک یا مثلا باستانی یا مثلا ایران کهن، از ایران کهن. آره مثلا یا مثلا چیز دیگه سیاهه در واقع، چون شعرهای به اصطلاح نومیدانه است به اصطلاح. در واقع اخوان شاعر نومیدی بعد از کودتاست، برعکس تخلصه. شما حالا صرف نظر از کارهای ترجمه که بسیار کارهای ارزشمند و ماندگاری هستن، ناشر هم هستین. بله. از تجربه نشرتون به ما بگین. این که حالا تجربه کتاب فروشی رو گفتین، حالا بازم ممکنه برگردیم بهش، ولی این که اساساً از کی شما کار نشر تو فرانسه رو زدین، چه سالی، با چه اسمی، چی شد که ارزیابی هاتون چی بود که به کار نشر پرداختین؟ در واقع چون با کار کتاب فروشی شروع کردم، یک کتاب فروشی تخصصی راجع به ایران و خاورمیانه، و بعد از 2000 و بعد از چند سال یعنی 2005 شروع به ترجمه کردم در چارچوب همون کتاب فروشی. ولی از همون زمان در واقع اون وقت چون ناشر در فرانسه خیلی راحته که تو کتاب نشر کنی و یه بنگاه انتشاراتی تأسیس کنی. در چارچوب همون کتاب فروشی مثلا من نشر نامه‌های ایرانی رو به فارسی در آوردم که از ابتدا در این مورد بگم که من اول خیلی دنبال اسم میگشتم، مثلا خیام، فردوسی، حافظ، و به طور تصادفی این تیتر کتاب مونتسکیو که لتر پرسان هست این یه دفعه به ذهنم اومد و گفتم آره تمام همین لتر پرسان. از این نظر که برای خواننده فرانسوی که همه فرانسوی‌ها تو مدرسه اینو خوندن، مونتسکیو خب خیلی شناخته شده است، به خصوص این کتابش حتی دانشجوها و بچه مدرسه یا اینو میشناسن، خیلی رابطه برقرار میکنه با فرانسوی‌ها. و از وقتی که اینو گذاشتم دیگه اصلا همه میگفتن نه چه اسم خیلی خوبی، چه اسم قشنگی. اسم کتاب فروشیتون چی بود؟ همین لتر پرسان بود. اصلا از اول اصلا کتاب فروشی هم همین بود. از فرمودین کتاب فروشی سال 2000 آره تأسیس شد. بعد 2005 که اولین بار فروغ ما در آوردیم همین به اسم با همین ادیسیون لتر پرسان. آره درسته. پس حالا برگردیم عقب. چی شد که اساساً کار انتشاراتی کتاب فروشی، چون اگر اشتباه نکنم زمانی که شما کتاب فروشی رو تأسیس کردین کتاب فروشی ایرانی دیگه هم در پاریس بودن؟ کتاب فروشی خب سلامتیان بود توی پاریس که خیلی قدیمی بود و هنوزم هست. بعد کتاب فروشی خاوران بود که اون موقع هنوز تو پاریس نبود ولی توی ونسن بود. اونجا بیشتر چاپخونه و کتاب فروشی بود، مثلا فارسی، ولی فارسی بود. کتاب فروشی ما به اصطلاح فرانسوی بود، همش به فرانسه بود، کتابای فرانسه بود. کتاب فارسی ما به اصطلاح نمی‌آورد. و بعد چرا؟ یعنی از اول گفتیم مثلا یک کتاب فروشی تخصصی، برای اینکه کتاب فروشی فارسی یکی دوتا بود و بعدش هم از اول اصلا هدف من شناسوندن به اصطلاح آثار ایران، فرهنگ ایران به فرانسوی‌ها بود. اون انجمن فرهنگی هم درست کردیم، هدفش این بود، شناسوندن فرهنگ ایران به فرانسوی‌ها بود. اسم انجمنتون چی بود؟ انجمنم همین لتر پرسان. آره درست. آره. بعد نامه‌های ایرانی. تجربتون به عنوان ناشر دقیقاً چی است برای کسانی که حالا احیانا در فرانسه نیستن، نمیدونن کار نشر تو فرانسه چطوریه؟ مثلا نشرهای کوچیک، ما خب نشرهای بزرگ رو میدونیم. آره. یعنی هم کار آسانی است در واقع، چون از لحاظ تشریفات اداری قانونی اینا خیلی ساده است. یعنی اون اصلا هیچ دردسری نداره، خیلی راحت میشه. مثلا کتاب رو باید چاپ کنین، یه اسمی روش بذارین، پخشش کنین یا به شبکه‌ای بدین، مثلا یه نسخه به اون کتابخانه ملی بدین، اینا ثبت میشه به اصطلاح. میتونین خودتون رو ناشر اعلام کنین. یعنی لازم نیست که مثلا تشریفات اداری و قانونی نداره برای شروع فعالیتش. ولی خب اون چیزی که ما تو ایران به عنوان ممیزی میگن، همون سانسور که
نسخه رو قبل چاپ میفرستن برای اداره کتاب؟ اون اصلا مشکل وجود نداره، ولی خب یه نسخه بعد از اینکه شما منتشر کردید یه نسخه میفرستید برای کتابخانه ملی، ولی قبل از این چند سال پیش اوایل بعد یه نسخه میفرستید برای وزارت کشور فرانسه، چون بعضی وقتا وزارت کشور فرانسه عین همون مثلا سانسور ایران، نه اینکه سانسور کنه ولی جلوی انتشار رو میتونست بگیره، حق داشت بگیره، مثلا اگر مغایر با قوانین فرانسه بود اینا، ولی اونم منحل شد، اصلا برطرف شد، یعنی بسته شد. اصلا از چه سالی؟ خیلی در واقع من یادمه تا احتمالاً همین 2005 2006 اینطورا بود، هنوز من میفرستادم یه نسخه برای وزارت کشور، ولی بعداً دیگه برچیده شد اصطلاح. قبل از توزیع یا نه بعدش حتی اون قبلش نبود، بعدش بود. آره. بعد مشکل حالا خب آسان از جهت به اصطلاح تشریفات اداری یا قانونی میگم، ولی مشکل این که خب سرمایه میخواد، جا میخواد، به اصطلاح استخدام چند نفر 2-3 نفر میخواد، بعد و با 1-2 نفر هم میشه، با 1 نفر هم میشه، من خیلی وقتا خودم 1 نفری کار کردم، ولی باید در یه چارچوبی باشه، مثلا میشه در چارچوبی انجمن باشه، اسوسیاسیون باشه که خب اون خیلی راحته، برای اینکه اون به اصطلاح تشریفات یا اون سختی‌های شرکت و تجارت و اینا رو نداره. در چارچوب انجمن، اسوسیاسیون، ما انجمن هستیم در واقع، یعنی کتاب فروشیمون یه به اصطلاح کسب و کار بود، کامرس بود به اصطلاح، ولی این انتشاراتی در چارچوب یه اسوسیاسیون هست، انجمن. از چه نظر راحت تره؟ به خاطر مسائل اداریش یا اینکه مسائل مالی، اداری، مالیاتی اینا، به اصطلاح تمام اون دشواری‌های به اصطلاح یک شرکت اقتصادی یا تجاری رو نداره. انجمن شما با 2 نفر 3 نفر میتونید به وجود بیارید، ثبت میکنید توی پرفکتور به اصطلاح یا چه میدونم فرمانداری و بعد انجمن ثبت میشه و شما میتونید شروع به کار کنید. میتونید مثلا حتی یه سری معافیت‌های مالیاتی و این چیزا داره، یه سری یعنی احتیاج نداره که حتما مثلا سرمایه معینی داشته باشه، جا داشته باشه، حتی این کار میشه تو خونه کرد مثلا. خیلی راحت تر انجمن بر. بعد خب وقتی توزیع میشه این توزیعش چطوره؟ این مشکلش اینه، یکی خب ابتدا یعنی یه سرمایه اولیه میخواد، یه پروژه میخواد که تو چه زمینه‌های چی منتشر کنی، و بعد خب جا و مثلا یک چند نفری به اصطلاح همکار میخواد، 1 نفر 2 نفر حتی، ولی بعدش مسئله خب چاپ به اصطلاح قسمت مهمی از هزینه‌های نشر به اصطلاح، و بعد مهمتر از همینا پخش اصلا یعنی تمام این ناشرای کوچیک رو فلج میکنه و از بین میبره اصلا. برای اینکه پخش باید یه شبکه داشته باشی یا وابسته به یه شبکه پخش باشی. تمام کتاب ناشرای بزرگ فرانسوی شبکه‌های پخش دارن خودشون، مثلا گالیمار، اشت، سوی، اینا شبکه‌های پخش دارن. اینی که کتابایی که منتشر میکنن در چارچوب این شبکه پخش میشه در سرتاسر فرانسه، ولی این شبکه‌های پخش ناشر کوچیک رو نمیگیرن، برای اینکه مثلا یه تیتر یا 2 تا عنوان در سال داره، تیراژش مثلا 500 مثل ما مثلا 500 نسخه است مثلا، یا حتی 100 تا 200 تا بعضی وقت ما میزنیم مثلا، ولی مثلا من حد اکثر 500 تا، ولی خب تکرار میکنم، مثلا چند بار فروغ رو مثلا 10 علاوه 7-8 بار مثلا تکرار کردیم. اینی که تیراژام کمه، تیترام کمه، برای اونا نمیصرفه، برای شبکه‌های پخش نمیصرفه، نمیگیرن اصلا. و تازه اگر بگیرن، شما مثلا هر کتابی که برای پخش میدید به یه شبکه باید نزدیک به 60% قیمت کتاب رو بدید به اون پخش و برای خودتون 30% یا 40% میمونه مثلا. اینی که خب حالا وقت بعد هزینه چاپ، هزینه حق تالیف، حق ترجمه، اینام همه مسئله به هر حال مثلا خود به اصطلاح درآمد اون شخص ناشر، اینا همه
هزینه‌های سنگینی میشه. یعنی پخش اصلا برای ناشرای کوچیک به اصطلاح بزرگترین دشواری است و خیلی خیلی از این ناشرای کوچیک میبندن دیگه، تعطیل میشن، به اصطلاح کارشون فلج میشه. خب ما خیلی دشواری از این نظر داشتیم. ما یه بار مثلا اخوان رو سپردیم به دسته شبکه توزیع، ولی اصلا هیچ چیزی عاید ما نمیشد، چون اصلا 60% باید میدادیم. بعد میگفتن مثلا نصف نسخه های شما نمیدونم برای فلان هست، برای کاتالوگ‌ها هست، برای پخش هست، برای اینکه دادن بهمون، یا مثلا از بین رفته فلان. خلاصه یعنی خیلی دردسر داشت. ولی ما به اصطلاح بعد از الان 20 سال ما فعالیت میکنیم، بعد از 20 سال ما خودمون یه شبکه به وجود آوردیم به اصطلاح. شما یعنی انجمنتون یا با شرکت؟ نه، انجمن انتشارات. چطوری؟ خب برای اینکه ما به اصطلاح اولا مرتب به خاطر برای اینکه یه انجمن فرهنگی هم داشتیم، جلسه میذاشتیم، جلسه‌های شبای شعر میذاشتیم، دیگران میومدن شرکت میکردن، بعد ما رو دعوت میکردن کتاب فروشی ها. بعضی وقتا مثلا ما اون سال اولینا خیلی فعالیت کردیم، یعنی اون مزون د زکری و خانه نویسندگان فرانسه ما رو دعوت کرد، اصلا ما رو معرفی کردن. ما تئاتر اودئون رفتیم، اون کنسیرژوری به اصطلاح جشن کتاب بود، ما رو دعوت کردن همون سال اول به اصطلاح. و بعد ما به اصطلاح یه نوع نظرخواهی کرده بودیم بین دانشمندا و فرهنگی‌ها و محققا و تاریخ‌دانای فرانسوی، معرفی کرده بودیم خودمون رو و از اونها نظر پرسیده بودیم مثلا در مورد اینکه کتاب فروشی رو چجوری به وجود بیاریم. و از همون ماه اول ما شروع کردیم به برگزاری شب رویداد فرهنگی تو همون جلسه، تو همون کتابخونه. و الان به مدت در واقع بعد به مدت 20 سال ما تا 20 سال هر سال 10 بار جلسه می‌ذاشتیم و ما در حدود 200 تا شاعر و نویسنده و محقق و اینا رو از 20 سال از 2000 تا حالا دعوت کرده بودیم که خب بنابراین مثلا این نام ما مثلا شناخته شده بود در فرانسه. و بعد ما مثلا بعدش به عنوان ناشر مثلا ما وابسته هستیم به شبکه پخش فنک به اصطلاح. خب فنک سرتاسری هست. بعد یه شبکه دیگه هست تو لیون به اسم دو سیتر که این کتابفروشی‌های بزرگ فوره دو نور مثلا اینا وابسته اون هستن و اون شبکه عمده فروش به اصطلاح تو لیون. خب ما اونجا به اصطلاح ما به اصطلاح معرفی میکنن و بعد یه دوره ما با آمازون کار کردیم مثلا. خب تمامی به اصطلاح کتابای ما رو سفارش میداد. با کتاب فروشی‌های ایرانی با خاوران کار میکردیم، با سلامتیان ناکجا. یعنی و بعد به خاطر این رویدادهایی که برگزار میکردیم و بعد خب فروغ از همون اول با استقبال روبرو شد. یعنی با اینکه مثلا کاملا ناشناخته بود ولی میخریدنش و یا مثلا فرانسوی‌ها پیدا میشدن. بعضی وقتا یه خانم فرانسوی پیدا میشد میگفتش که خونده بود فروغ، میگفتش که اصلا من به ابتکار خودش جلسه میذاشت مثلا برای فروغ. اصلا بعداً اومد دیگه تو تمام جلسه های ما شرکت میکرد و میخوند شعرهای فروغ و اینا رو و تبلیغ میکرد فروغ. یعنی از طریق همین رویدادهای فرهنگی، از طریق همین به اصطلاح معرفی روی شبکه‌های پخش و اینا، و بعد به طور خب بالاخره 20 سال طول کشید تا به اصطلاح ما الان مثلا شناخته بشیم تو سر تا سر فرانسه. برای بلژیک هم همینطور، سوئیس مثلا الان ما رو میشناسن مثلا. یعنی در اثر کار خب 20 ساله، ولی خب این خیلی دردسر داره، در صورتی که یه ناشر بزرگ ظرف 1 سال 2 سال میتونه خودشو جا بندازه مثلا. درسته. خیلی در ایران هستن نویسنده ها، شاعران مخصوصا جوون و نسل جوون که مثلا آثاری نوشتن، حالا دوست ندارن داخل ایران منتشر بشه یا حتی بعضیاشون داخل ایران هم حتی منتشر شده و اینا دوست دارن کاراشون رو خارج از ایران مثلا در اروپا از جمله فرانسه منتشر بکنن. شما چه حرفی با این دسته از نویسنده و شاعران دارین؟ اینها خیلی علاقه دارن که آثارشون در خارج منتشر بشه. اولا خیلی هاشون مثلا ممکنه زبان فرانسه نتونن مستقیم با ناشران فرانسوی ارتباط بگیرن و خب متوسل میشن به ناشران ایرانی.
شما چه توصیه‌ای داریم یا چه توضیحی داریم براش؟ راستش همین مشکل برای ناشرایی مثل ما مثلا خیلی مشکله که بخوایم به اصطلاح تو این زمینه کار کنیم، برای اینکه مثلا ما هدف رو گذاشتیم اول نشر به اصطلاح شاعران معاصر یا نویسندگان مثلا مثل پژوهندگان اینا که بتونیم مثلا شناخته شده باشن، تا حدی عمده باشن، به اصطلاح در اولویت باشن و حتی با اینها مثلا با این کسان ما بازم خیلی سختی داریم، خیلی دشواری داریم. یعنی مثلا فروغ، مثل سیمین، مثل شفیعی سپهری اینا، یعنی اینا هم تقاضا برای این کتاب هم خیلی محدوده. اصلا تقاضا برای شعر فارسی خیلی محدوده. یعنی شما حساب کنین که مثلا ما فروغ رو الان شاید مثلا بعد از 20 سال شاید به چند مثلا 7-8 هزار تا رسیده باشه، ولی بعد از 20 سال بعضی از این شاعرها رو اصلا ما نتونستیم دیگه 2 مرتبه منتشر کنیم، مثلا مثل اخوان که اصلا خیلی کمتر، یا مثلا سپهری خب مثلا ما 2 بار 3 بار منتشرش کردیم، سیمین 2 بار، ولی شفیعی مثلا ما 1 بار بیشتر نتونستیم منتشرش کنیم. یعنی تقاضا وجود نداره اصلا. یعنی تقاضا برای، حالا اینو بگم گسترده تر، تقاضا برای ادبیات ایران خیلی محدوده. برای همین ما مجبور شدیم کتاب فروشی رو بستیم، برای اینکه فقط چند سال کار میکرد و بعد تقاضا برای خرید کتابای مثلا خرید کتابای فرانسوی حتی در مورد ایران خیلی محدود بود و ما نمیتونستیم ادامه بدیم، چون باید قرض کنی از بانک، باید اجاره جا بدی، باید پول هزینه‌های اجتماعی و اینا رو مثلا بدی، باید درآمد داشته باشی برای خود. این اصلا خیلی سخته. استخدام اگر بکنی که اصلا باید خیلی امکان نداره. یعنی برای هم این چون تقاضا خیلی محدوده و شعر و ادبیات معاصر ایران اصلا تو فرانسه تقاضا خیلی کم داره. چرا فکر می‌کنین دلیلش چی هست؟ مثلا اگر مقایسهش کنیم با ادبیات هند مثلا. آره واقعا، یعنی ادبیات آمریکای لاتین یا حتی ادبیات عرب، مثلا آمریکای لاتین، عرب، هند و بعد چین و ژاپن الان اصلا. یعنی خب برای اینکه اینها اولین دلیلش اینه که اینا دولت‌هاشون دولت‌هایی هستن که نهادهایی به وجود میارن یا بنگاه‌های نشر به وجود میارن و مثل کشورهای عرب مثلا خب اصلا دارن دیگه، اصلا کتاب فروشی‌های عرب مثلا در واقع اینجا از قدیم وجود داشته و زیادم هستن. یا مثلا این انستیتو دو موند عرب هست که خب کلی مثلا کمک میکنه به این زمینه، یا مال آمریکای لاتین، خانه آمریکای لاتین هست، خیلی مال اسپانیا هست، مال خیلی جای دیگه هستن که مؤسسه‌های فرهنگی دارن، یعنی چیز دارن، مرکزهای فرهنگی به اصطلاح دارن اینجا و اینا کمک میکنه. و بعدم یکی این مسئله است، یکی این که به اصطلاح وضع سیاسی این کشور هست که اون کشورهایی که وضع سیاسیشون خوشایند اینجا نباشه اغلب بایکوتش میکنن یا تحریمش میکنن یا تحویلش نمیگیرن. به اصطلاح مثلا ایران یه دوره رونق ادبیات پیدا میشه مثلا دوره خاتمی برفرض، که برای اینکه روابط گسترده میشه، رفت آمد هست و اینا، در مورد ایران حرف میزنن، اینجا خبر میدن، کتاب منتشر میشه. اصلا دوره خاتمی مثلا یه سری کتاب راجع به ایران منتشر میشه. یه دوره هایی است که بسته میشه، اون وضع خراب میشه، تو وضع سیاسی اون کشور خراب میشه، اصلا مسکوت میشه همه چی. مثلا دیدیم دیگه این دوره ها رو به هر حال. یعنی بعدش مسئله اینه که یه سری نهادهایی هستن اینجا قبلا مثلا مثل یه سری شخصیت‌های بزرگ فرهنگی علمی بودند که رو ایران کار میکردن، ولی اینا بیشتر به ادبیات کلاسیک ایران علاقه داشتن و کارهای اینا مثلا حافظ رو منتشر کردن، خیام رو منتشر کردن،
نمیدونم فردوسی رو، حتی فردوسی به این عظیمی رو مثلا حتی دارم، مثلا این الان پیر لوکوت هست که مثلا تمام فردوسی رو به فرانسه اونم با حفظ وزن و قافیه حفظ کرد، ترجمه کرد. اینا علاقه این به شخصیت‌های علمی فرهنگی بودن که بیشتر ادبیات کلاسیک رو خونده بودن، میشناختن و به ادبیات معاصر ایران علاقه نداشتن. مثلا از ادبیات معاصر ایران یکی بعد هدایت بود که مثلا خیلی اینجا شناخته شده بود. غیر از هدایت کی بود اصلا؟ مترجمای مثل کریستوف بالایی، اینها کاراشون خب به نظرتون موفق بود؟ آره، مثلا خب بالایی استثنائیه برای اینکه تونسته رمانای فارسی رو، رمانای معاصر رو مثلا ترجمه کنه. آیا نقشی داشتن در تغییر؟ آره، از اون به بعد در واقع با بالایی شروع شد. بالایی و لزق هم همینطور، یا مثلا حالا بعضی خود ایرانی ها بودن وقت اومدن، ولی اون قولای به اصطلاح ایران شناسای بزرگ، محققا، اینا به ادبیات معاصر علاقه نداشتن. مثل دو فوشکور مثلا. آره، فوشکور اینا اصلا گرچه راجع به مثلا تاریخ ادبیات اینا نوشتن، راجع به زبان فارسی اینا، ولی اینا بعضی از اینا خودشون گرایش‌های دینی داشتن و مثلا این کتابای کلاسیک باب میل ایناست اغلب. مثلا عرفانی و اینا، عارفای ایرانی اینا ترجمه کردن. مثلا حالا یه چیز جالب بگم برات روشن بشه، مثلا عطار تمام آثارش تقریبا ترجمه شده ولی غزلهاشو کسی ترجمه نکرده، برای که غزلهای عاشقانه است و گاه، حالا من 100 تا غزلشو ترجمه کردم و البم میشل منتشر کرد و غزل عطار تا آخرش که میری وقتی غزل میخونی به یه آدم شکاک و ملحد میشه. مثلا اتفاقا شفیقی میگه از زهد شروع میشه و به الحاد کشیده میشه و واقعا همه شاعرای بزرگ عارف اغلب اینطوری شدن آخرش. نظامی، اینا، مولوی، حتی مولوی، ولی خیلی کمتر. ولی عطار اصلا دوچار شک و تردید میشه و میگه این راهی که ما رفتیم همه اشتباه و ایناست. توی غزلهاش، توی رباعیاش هم همینطور. رباعیاش هم هیچ کس ترجمه نکرد بود، باز من ترجمه کردم. بعد مثلا سعدی، هیچ کس غزلهای سعدی رو ترجمه نکرده اینجا، در صورتی که گلستان و بوستانش رو 2 بار 3 بار ترجمه کردن. یعنی بسته به این شخصیت ها یک کششی نداشتن نسبت به این شعرهای در واقع خیلی شاید بگم جنجال برانگیز، یا شعرهای مثلا خیلی عاشقانه، یا حتی چیز هستی چی میگیم، الهادی هم الهادی هم عاشقانه و چیز به اصطلاح جنسی و اینا هم هست دیگه اصلا. خب یعنی این خیلی عجیبه که مثلا کسی غزلهای سعدی رو ترجمه نکرده باشه. خیلی عجیبه که من باید من از این جهت اتفاقا یه خط انتشاراتی من این بود که به اصطلاح اون قسمت‌هایی که نشده منتشر کنم، مثلا مثل غزل‌های عطار، رباعیاش، یا غزل‌های سعدی، یا حالا بعداً یعنی این قسمت‌ها نشده بود. حالا به هر حال ولی مثلا آثار کلاسیک ولی خب خیلی، خیام 10 بار مثلا ترجمه شده، یا حافظ مثلا خب 1-2 بار شده، حافظ هم تازه 1 بار به طور کامل، ولی خب مثلا سعدی شده اینا. ولی کسی علاقه نداشت که بیاد مثلا سپهری رو منتشر کنه یا فروغ. اصلا کی علاقه داشت؟ اصلا 30 سال من اون موقع میگفتم که بابا این ایرانیایی که اینجا هستن 30 سال تو فرانسه 1 بار نیومدن این فروغ و سیمین و سپهری رو ترجمه کنن. فقط شایگان نشسته چند تاشو یا از سپهری ترجمه کرده، یا مثلا چند تا از فروغ شده. اینا چرا نکردن اصلا؟ بعد وقتی من منتشر کردم، فروغی که من منتشر کردم به من گفتن تو دیوانه ای، اصلا فروغ که شناخته شده، اونم یه زن شاعر غیر غیر. خلاصه ولی فروغ بهتر از همه شناخته شد. یعنی خود ایرانی هم همت نکرده بودن که اینا رو منتشر کنن.
واقعا وقتی به من مثلا میتاختن و اینا که تو چرا این کارا رو کردی، میگفتم خب اگه بلدین بهتر بلدین شما بکنین. حالا من از عهدم برمی اومدم این کارا رو کردم. حالا بماند این موضوع، یعنی خود به اصطلاح فرانسوی‌ها، شخصیت‌هایی که میتونستن ادبیات ایران رو، معاصر ایران رو ترجمه کنن، نمی‌کردن به جز بلایی. مثلا اینی که همه به آثار کلاسیک پرداختن، علاقه نداشت. ترجمه‌اش رو شما خوندین؟ مال کی؟ مال کریستوف بالایی. آره. چطوره؟ خوبه، بلایی خوبه نسبتاً. یعنی اولا خب بهتر از همه فارسی بلده، فارسی حرف میزنه، بعد خونده، مطالعه کرده، واقعا مثلا خیلی خونده دیگه. یعنی رمانای متخصص رمان بیشتر و مقدار شعر مثلا. ولی خب یعنی خوبه، یعنی بد نیست. یعنی من نمیتونم حالا قضاوت کنم، ولی ترجمه‌اش خوبه. فوشکور مثلا خیلی باسواده. خب حافظش یعنی واقعا کار کرده ها، یعنی 16 سال رفته تو ایران با بزرگترین متخصصا و اینا مشورت کرده و کار کرده، در ظرف 16 سال 500 غزله. ولی خب به اصطلاح خودش میگه شعر به مفهوم هست به اصطلاح، ولی خب تفسیراش جالبه، مثلا خیلی جالبه. ولی مفهوماش هم من 2 بار مطابقت کردم با اصل حافظ، واقعا به اصطلاح ترجمه به مفهوم هست و میرسونه اون معنی رو، ولی حالا مثلا چیز نیست، شاعرانه نیست خیلی ترجمه‌اش. درست. آره. اشاره کردین به در واقع ارتباطتون با شبکه نشر، آره. کتاب فروشی ها با نهادهای دولتی احیانا اساساً به عنوان یک فعال فرهنگی در فرانسه ارتباطی تو این سالا با نهادهای فرهنگی داشتین یا نه؟ خب یعنی خواهناخواه به خاطر اینکه ما به اصطلاح تو این زمینه مثلا پیش قدم بودیم، تماس میگرفتن با ما. مثلا میگفتم مثل همین مثلا خانه نویسندگان به سراغ ما می اومدن، مثلا ما رو دعوت میکردن. یک نهاد صنفی هست البته، درسته؟ آره. ولی مثلا چیز هست، مثلا یه مرکز کتاب هست، ملی کتاب، سانس ناسیونال دو لیو هست مثلا. خب ما مثلا کتاب که به اصطلاح کمک میکنه، کمک مالی میکنه. شما اگر کتاب مثلا منتشر کنین، بخشی از به اصطلاح هزینه مالیش رو تأمین میکنه وقتی منتشر کردین، یا یه قسمتی از پول مترجم رو میده. ما مثلا برای اخوان این کاری کردیم، به ما کمک کردن. برای نیما کردیم، یه مقدار کمک کردن. برای همه کتابا نیست؟ نه، برای همه کتابا. یعنی آخه اونا یعنی حالا واقعا نمیدونم دلیلش چیه، ولی یه امکاناتی دارن، امکانات به اصطلاح به طور عمده صرف ناشرای بزرگ میشه. مثلا من میبینم که کتابای عظیم گالیمار یا مثلا ناشرای دیگه اینا با کمک مالی این مرکز منتشر میشه و اینا مثلا دیگه اونطور مثلا اولویت، ما مثلا یه ناشرای کوچیک اولویت نداره براشون. اونا یه معیارایی دارن که باید مثلا به اصطلاح جزو آثار خیلی درجه اول باشه، باید خواننده داشته باشه، باید نمیدونم فلان، یعنی باید مثلا یه تحولی تو فرانسه به وجود بیاره، مثلا نشر اون کتاب. اینی که مثلا اونطور کمک نمیکنن به این ناشرای کوچیک و اینا، یا به مثلا ادبیات ناشناخته، ولی خب یه مقدار کمک میکنن دیگه. به هر حال مثلا ما در مورد اخوان بود فکر کنم، یا آره اخوان، هم بابت ترجمهش گرفتیم، هم که من خودم ترجمه، هم بابت به اصطلاح چاپش به اصطلاح. ولی خب خیلی سخته دیگه، یعنی باید پرونده پر کنی، باید قرارداد حتما بسته باشی به مترجم، باید مثلا حق تالیف داده باشی، نمیدونم قیمت رو بیاری پایین، یعنی یه سختگیری‌های اینطوری داره. بعد چندین ماه طول میکشه، بعد منتشر کنی تا بعدم بیاد بدن. این اینترنت از زمانی که در واقع فراگیرتر شد و حالا فروش اینترنتی کتاب بیشتر شد، اون چه تأثیر در کار شما داشت؟ آیا بهتر کرد، بدتر کرد؟ بدتر که نه، ولی بدتر منظورم شاید بیشتر از این نظر بود که الان ما میبینیم که خب
انتشار غیرقانونی کتاب هم در اینترنت زیادتر شده. آره. آیا اینها تأثیری روی کار شما داشته؟ نه، روی کار ما که تأثیری نگذاشته، ولی ما به اصطلاح به اون صورت از این امکانات استفاده نکردیم. برای اینکه مثلا چاپ یا نشر الکترونیک اینا هست، خب ما نکردیم هنوز، به اصطلاح وارد این زمینه نشدیم. چرا؟ چیز میخواد دیگه، یعنی آشنایی و شناخت این تکنولوژی ها و بعد مثلا چون ما به اصطلاح خیلی دست و بالمون بسته است دیگه، یعنی یکی دو نفر الان مثلا عمدتاً من خودم هستم، ما یه به اصطلاح اسوسیاسیون انجمن خانوادگی در واقع، دخترام هستن و فرشتم همسرم مثلا، و یعنی من خودم باید مثلا این کارا رو بکنم، مثلا که الان در همین حدش هم خیلی، یعنی من باید هم ترجمه کنم، هم به اصطلاح کار بعضی وقتا ویرایش و نمیدونم حتی مثلا صفحه بندی و روی جلد و مثلا، یعنی دیگه اون ظرفیت رو ندارم که بخوام مثلا باز کارهای دیگه هم بکنم، مثلا نیروی انسانی و اینا میخواد. آره دیگه نیروی انسانی میخواد، بعد یا شاید امکان مالی میخواد، بعد سخته مثلا، ولی خب راحت هست و فکر کنم بشه مثلا چاپ الکترونیک اینا رو مثلا باید بالاخره یک سایت فروش داره اساسا در فرانسه. آره احتمالاً داره. من مثلا از این ناکجا شنیدم که خیلی میفروشه روی اینترنت، کتاباشون رو خیلی میفروشن و الان خب واقعا میخرن دیگه، خیلی ها از روی اینترنت میخرن. حالا آیا درآمد داره یا نه، چون اینا قیمت‌های خیلی ارزونیه در واقع، وقتی کتاب چاپی رو کاغذی رو نخری فقط مثلا الکترونیکیشو بگیری خیلی ارزون در میاد. بله ارزون تر. 2-3 اوقو مثلا، یعنی هنوز کتاب چاپی رو نگرفته ولی کاغذی رو بسترن. ولی خب حالا از همه این بحثا که دور شدیم، این مشکل پخش دشوارترین، بعد مسئله یعنی اصلا همینه دیگه، یعنی واقعا اگر این مشکل حل بشه خیلی فعالیت گسترش پیدا میکنه، خیلی کارا میشه کرد. ولی خب برای اینکه پخش بشه تو باید نویسنده هایی داشته باشی که مرتب بسیار بتونی باز چاپشون کنی، باز نشرشون کنی، باید آثارشون مثلا تیراژهای گنده داشته باشه اینا، یعنی با مثلا با 100 تا 200 تا اینا یا با 500 تا اصلا نمیشه کار انتشاری رو پیش برد. یعنی ما باور کنید ما با مثلا بارها دشواری‌های مالی روبرو شدیم، مثلا ما از پول خودمون، از جیب خودمون گذاشتیم، کمک گرفتیم، وام گرفتیم تا مثلا من شاملو مثلا برای من خیلی خرج داشت، یعنی هم کار سنگینی بود، هم 2 تا مترجم بود، 2 تا حق ترجمه، بعد چاپش سنگین شد، یعنی که مثلا ما مجبور شدیم وام بگیریم از این اون، یعنی اصلا بعدش هم به صرفه نبود. نه یعنی سخته، یعنی امکانات واقعا نشر کوچیک خیلی پایدار نیست دیگه، خیلی کتاب فروشای کوچیک هم همینطور، حتی مرتب اینجا بسته میشن، الان تو فرانسه مرتب دارن بسته میشن، اصلا تو فیسبوک من میزنن مرتب که این کتاب فروشی بسته شد، یا تو روزنامه ها، تو گوگل شما بزنید هر روز میگن مثلا این کتاب فروشی بسته شدن. ناشرای کوچیک هم همینطور، خیلی سخته کار، یعنی میگم این شبکه‌های بزرگ همه کارا رو در اختیار گرفتن، نمیتونن، ما نمیتونیم مثل عضوشون بشیم، یا اگه عضوشون بشیم کلی صرفه نداره. اینی که مثلا فقط در نتیجه یک کار مستمر مدت طولانی باید خودت رو بشناسونی و بعد تا جا بیفتی.